آیا شخصی که یک آیت الله سبحانه و تعالی رو انکار کند، که در یک امر معروف تا میگوین که کسی که یک آیت الله سبحانه و تعالی رو انکار کند از جمله کافران است. و یک امر پخش مستقیم دیگر تون گوش کردیم که کسی که همین حکم الله رو انکار کند حکمشون رو مسلمان دادگین. این چگونه است؟ همین سوال رو یک شرح میدادید. چی گفتید دویم گفتم؟ کسی که رو یعنی کسی که آیت الله تعالی رو که یک آیت الله تعالی رو انکار کند از جمله کافران است. خیر در یک پخش مستقیمتون در یک پخش مستقیمتون با گوش کردیم میگوین که اگر حکمی که همین الله تعالی میگوید که در بالای آسمان است انکار کننده همین رو یعنی که از جمله مسلمان میدن همینش. بله. خب امام طحاوی ما یگان مراتب خیر نگفتیم که کسی که یک آیت قرآن رو انکار کند، بله آیت قرآن انکار کنه همین آیت از قرآن نیست گفت کافر میشه، لیکن ما این اسلوب کتی نگفتیم. و من رد حکم الکتاب کان من الکافرین سخن امام طحاوی است. کسی که حکم قرآن رو رد کند، مثلا الله تعالی گفت که و خاتم النبیین، محمد صلی الله علیه و سلم خاتمی پیغمبران است، گفت حکم قرآن است یعنی آخری پیغمبران است. کسی گفت که نه بعد محمد با یک پیغمبر میبود گوی کافر است. فلانی هم کافر است، مثلا لینین مثلا پیغمبر است گفت مثلا، یا فلانی هم پیغمبر گفت بعدی پیغمبر به دنیا آمده صلی الله علیه و سلم. او حکم قرآن رد کرده است. قرآن گفت که و خاتم النبیین، پیغمبر پایانی پیغمبرا، خاتمه پیغمبران است. این اگر رد کرد حکم کتاب رد کرد. الله تعالی حضرت عایشه را پاک گفت. کسی که اگر عایشه ناپاک بود و کافر میشه. برای چی؟ حکم قرآن رد کرد. اما مسئله عرش انکار کردن، اینا انکار نکردن، اینا جرأت انکار کردن ندارن، میدونن که اگر انکار کنن کافر میشن، تعویل میکنن. بله اینا هم مثلا مطلق کرده کافر میگن علما. کسی که اگر گوید که الله تعالی در بالای عرش نیست گفت کافر میشه، چون که الله تعالی گفت که ان الله الرحمن علی العرش استوى، الله رحمان بر بالای عرش استوا کرد. یعنی این مثلا ابن کثیر در تفسیر 4 عباره را آوردگی هستند. استقر، ارتفع، علی، یعنی بالا شد، قرار گرفت، لیکن ما کیفیتش رو نمیدونیم چون که الله تعالی کیفیتش رو خبر نداد. الله تعالی بر بالای عرش است. الله تعالی به عرش محتاج نیست. الله تعالی به هیچ چیزی محتاج نیست. الله تعالی عرش را آفرید و غیر عرش را آفرید، از همه بزرگترین عرش، لیکن در 7 جای قرآن الله تعالی بر بالای عرش است گفته است. کسی که نه الله تعالی بر بالای عرش نیست گفت کافر میشه. این هم سخنی من نیست، همین سخن هم علما گفتگی هم. لیکن هزارها مثلا اشعری ها، ماتوریدی ها، اینا اقتدا به جهمیه ها کردند. جهم ابن صفوان سمرقندی اصل این بدعت ها و امام این بدعت ها، امام بد، این چیزا رو پیدا کرد، از قفاش این مردم پیروی کردن. اگرچه 100% به جهم پیروی نکردن، لیکن در بعضی مسئله ها پیروی جهم است. چیزی که جهم گفت اینا هم گفتن. بله اینهای علما در کتاب ها گفتند که کسی که انکار کند که الله تعالی در بالای عرش نیست و کافر گفتند. لیکن خودی شخصیت های مثلا در فلان کتابش فلان عالم همین گپه گفته است، تعویل کرده است که نه اون استوا به معنای استعلای و برای آن که در یک جا به این معنا آمده است و این و آن نکته تعویل میکنن، حکم کفر ندادن. یعنی گفتن که اینا معذور هستند. اینا من نگفتیم، همون هر دوشم نقل است. یعنی اینا گفتن معذور هستند و بعضی ها سوال دادن که همینقدر عالمی بزرگ هستند، ثوابهای عظیم دارن، ولی چرا در این مسئله ها خطا کردن؟ خیر همین خیلی است، بی خطا الله هست جل جلاله. بعضی عالمان مانند حافظ ابن حجر،
در مسئله عقیده حافظ ابن حجر خلاف است. حافظ ابن حجر خیلی نزدیک هستند به اهل سنت، اینا اهل حدیث بودن. اینا مشکلی یک مسئله را اهمیت دهید که مثال بعضی آدم هایی که اشعری بودند در همین به مسئله های صفات اشعری بودند، لیکن در دیگر عمل ها اهل سنت بودند. چه خیلی به حدیث عمل میکردند، مانند امام نووی شارح صحیح مسلم، امام حافظ ابن حجر شارح صحیح بخاری، در 25 سال صحیح بخاری شرح دادند، خدمت به سنت کردند، ضد بدعت کار کردند. یعنی اونا صوفی هم نبودند، ضد خرافات بودند، ضد بدعت بودند، سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم مستحکم بودند. در همین مسئله بعضیشون لغو شدند، بعضیشون در 2 مسئله، بعضیشون در 10 مسئله یعنی خطا کردند. وقتی که بعضی علما پرسیده شدند که همونها چی میشد، گفتند که آنها گناهاشون مثل کوه هست، یعنی همین نسبت اسما و صفات تعویل کردند، لیکن گناه عملهای صالحشون مثل شب است. گناهاشون مثل کوه هست، گناهاشون مثل کوه هست، لیکن عملهای صالحشون مثل شب است. شب کوه را میپوشونند. یعنی اونا از روی تعویل کردن، اونا در نظر خودشون گویا که الله تعالی را از صفاتهای مخلوق ها پاک کردن، لیکن با طریق نادرست. از این از برف گریخته به باران افتیدن. الله تعالی آنها را مغفرت کنند. یعنی آن چیزی که ما از علمای بزرگواران، از استادانمان، از پیشگذشتگان دیدیم، اینها را کافر نگفتند، لیکن مطلق میگفتند. کسی که اگر گوید که الله تعالی درباره عرش نسبت این کار نده، کافر میگفتند، لیکن نام کتی نه، تکفیری معین نمیکردند.